قضیه از یک میم ساده زولبیا شروع شد و الان کل کامیونیتی دارن همین کار انجام میدن و میم میسازن و این اتفاق خوبی نیست. شاید بگید که اشکالی نداره، دارن میم میسازن، خوبه، فلان نه فلانه، ولی اصلا درست نیست. اگه بیان میم بذارن اصلا کامیونیتی ماینکرافت خراب میشه. اصلا هیچ میما هیچ ربطی به ماینکرافت ندارن. الان همین دنیز هم شروع کرده به میم گذاشتن، یوتیوبرای بزرگمون. اصلا این چیز خوبی نیست. همین زولبیا یه مدت مثلا نفس رو نگه داره میذاش، با صدقه ماینکرافتی بود. الان چی؟ همونم نیست. میمای اولش رو از ماینکرافت شروع کرد و الان رسیده به مبینا خداونده و فلان و فلان. اگه مبینا خداونده رو نمیشناسید بذار داخل ویدیو بهتون توضیح دادم، برید داخل کانالم نگاش کنید. تبلیغ آره، لایک هم کنید و بذار بهتون ادامه توضیح رو بدم. ببین زولبیا و بقیه افراد گفتن که به خاطر برقمون همچین کاری کردن. خب ولی این کاملا اشتباهه. اگه به خاطر برقشون باشه، مثلا ما بگیم آره مثلا تو پایین شهر زندگی میکنن، روزانه 3 بار برقشون میره. ما مثلا بگیم آره 6 ساعت برقشون میره، هر بار 2 ساعت برقشون بره، که واسه ما معمولا هم شکلیه. 6 ساعت برقشون میره، بعدش از 24 ساعت کمش بکنیم میمونه چقدر؟ 18 ساعت میمونه. 18 ساعت 8 ساعتشو بخوابه یا 10 ساعتشو بخوابه فرقی نمیکنه. خب اون بخوابه یه 10 ساعت یا 8 ساعت باقی میمونه. اونقدر یعنی وقت داره که بره میم بسازه. خب اونقدر میره میم میسازه به جای اینکه بره ماینکرافت بسازه. البته فرقی نداره به حال زولبیا، چون که هدف اون پوله. اگه بخواد پول در بیاره، ویویی که از میما میگیره با ویویی که از کانتنت ماینکرافتش میگیره فرقی به حالش نمیکنه. هر کس داخل زندگیش هدفش پوله و اونم اگه بتونه پول در بیاره دیگه واسش مهم نیست کامیونیتی. حالا شایدم واسش مهم باشه، به من مهم نیست. نه کامیونیتی که برام خیلی مهمه، منظورم چیزه خود زولبیا. حالا قضیه از چه قرار بود؟ اینکه الان زولبیا اومده میم گذاشته و کل کسایی که دارن در ماینکرافت ویدیو میسازن همشون ریختن چی شده؟ دارن میم میسازن. حتی خود من یه مدت مشکل برق داشتم، خودم رفتم میم ساختم. حالا من فقط 2 تا ساختم چون که دیگه من اونقدرم چیز نیستم. دوست داشتم که بسازم، هری همونم ساختم که بگم آره منم بلدم بسازم. آره دقیقا همینو خواستم بگم. و آره کامنت ماینکرافت داره خراب میشه. شما سعی کنید از ویدیوهای ماینکرافتی بیشتر حمایت کنید تا میمای ماینکرافتی. خب اصلا از میمای غیر چیز حمایت نکنید. حالا نظر خودتونه، نظر شخصیه. اگه خواستید حمایت کنید، اگه نخواستید حمایت نکنید. و میگم که بدونید کامنت ماینکرافت رو خراب نکنیم و به همین روندش ادامه بدیم و میم بسازیم، واقعا خراب میشه. پس ساب کنید و تا ویدیو دیگه، بای بای.